بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما شما یوزر رایت ها را مورد بحث قرار میدیم که یوزر رایت چی هستند. یک ما شما پرمیشن می داشته باشیم که توسط پرمیشن ما میتونیم به یک یوزر مشخص بسازیم که کدام فایل ها را اکسس کرده میتونه یا کدام ریسورس هایی را مثل پرینتر یا استوریج دیوایس ها اکسس کرده میتونه یا خیر. توسط یوزر رایت ما میتونیم مشخص بسازیم که یک یوزر چی کارهایی را انجام داده میتونه، مثلا چی کارهای مدیریتی باشه یا سمپل کارهای عادی باشه در یک داخل سیستم ما شما اگر در قسمت بیلتینز بیایم، در این قسمت خیلی از گروپ های را ما شما میبینیم که در داخل اکتیو دایرکتوری یوزر کامپیوتر با دیفالت توسط مایکروسافت ایجاد شده که اینا زیادترن به منظور مدیریت و اینا استفاده میشه. مثلا اگر ما شما در قسمت ادمنستریتورز بیایم میبینیم که چی کسایی میتونن مدیریت روی سیستم را انجام بده. مثلا کسایی که ادمنستریتور هست، خود اکاونت ادمنستریتور هست، دومین ادمینز هست و انترپرایز ادمینز هست. اینا پریویلیج یا صلاحیت ادمین را می داشته باشه. ما شما میتونیم در این قسمت یک یوزر عادی را هم ما شما اد بکنیم. پس اگر ما شما یوزر را اد میکنیم، این پریویلیج یا صلاحیت ادمین را میگیره. مثلا یکی از یوزرهایی که ما شما داشتیم به نام نوید بود، پس ما شما میتونیم نوید را در لیست ادمین ها اد بکنیم. در این صورت ما شما با این یوزر رایت از زیر بالا بردیم. اگر ما شما در قسمت در روی صفحه رایت کلیک بکنیم و در قسمت ویو ادوانس فیچرز بیایم و در قسمت پس دوباره در بیلتین میایم، در روی ادمنستریتورز ما شما دبل کلیک میکنیم. در اینجا ما شما تاب سکیوریتی رو می داشته باشیم. اگر در قسمت ادوانس بریم، در اینجا با ما شما تمام کارهایی را یا تمام پرمیشن هایی را که اینا دارن با ما شما نشان میده. میتونیم ما شما دیگه اد بکنیم به اینا پرمیشن های اضافی دیگه را در سیستم که اینا چی کارهایی را انجام داده میتونن و چی کارهایی را انجام داده نمیتونن. پس اگر ما شما بخوایم به یوزر رایت بدیم، یک روشی است که ما شما رو به گروپی که از قبل رایت به گروپ داده شده باشه او را اساین بکنیم، یا میتونیم به خود یوزر هم ما شما رایت ها را اساین بکنیم. به خاطر از اینکه ما شما به یوزر رایت ها را اساین کنیم، میتونیم در قسمت تولز از گروپ پالیسی منیجمنت کار را انجام بدیم. اگر کامپیوتر ما شما در دومین جاین نباشه، ما شما میتونیم از لوکال سکیوریتی پالیسی کار بگیریم. در صورتی که در دومین جاین باشه، باز ما شما میتونیم گروپ پالیسی آبجکت ها را ایجاد بکنیم که بعدا ما شما سر گروپ پالیسی آبجکت ها درس های بیشترتر را میخوانیم. ولی در قسمت ما شما روی دیفالت دومین پالیسی ما شما رایت کلیک میکنیم و از این قسمت ادیت انتخاب میکنیم. در اینجا گروپ پالیسی منیجمنت ادیتور باز میشه. پس ما شما میتونیم در قسمت کامپیوتر بیایم، در قسمت یوزر، یعنی میتونیم برای کامپیوتر ما شما رایت اساین بکنیم یا برای یک یوزر. پس اگر ما شما در قسمت یوزرز میایم، در قسمت ویندوز سیتینگز، در قسمت سکیوریتی سیتینگز اگر ما شما بیایم، در این قسمت ما شما لوکال پالیسی را می داشته باشیم و در لوکال پالیسی یوزر رایت اساینمنت است. ما شما میتونیم در این قسمت هم یوزر رایت ها را یا رایت هایی که به یوزر ها داده میشه اونا را ما شما در این قسمت هم کنترل کرده میتونیم. اینجا کارهای متفاوتی از که یوزرهای ما شما انجام داده میتونن. از این طریق ما شما میتونیم کنترل بکنیم که کدام یوزرها میتونن چی کار را انجام بدن. مثلا یکی از صفحه allow login locally هست، پس در این کامپیوتر چون یک اکتیو دایرکتوری دومین کنترلر هست، ما شما در این قسمت هر یوزر حق نداره که لاگین شود. فقط یوزرهای میتونن در این سیستم ما شما لاگین شود که اونا اجازه لاگین شدن باشن داده باشیم. ما شما مثلا نوید یک یوزر اوردینری هست، پس اون نمیتونه که در این قسمت لاگین شود. ما شما میتونیم در این قسمت رو اد بکنیم. مثلا ما شما میگیم نوید یا میشه براوز بکنیم. ما شما حالا اگر ما شما اوکی میگیم، پس این رایت را دریافت میکنه که هم بتونه با دومین لاگین شود. پس ما شما میتونیم که این را اد بکنیم، اپلای میگیم و پس از اون اوکی. بعدا ما شما در مورد گروپ پالیسی ها درس میخوانیم. وقتی ما شما یک پالیسی وضع کردیم، ضرورت داریم اون رو ما شما اپدیت بکنیم. پس میگیم gp update/force انتر میکنیم تا هم پالیسی رو که ما شما وضع کردیم اینجا تطبیق شود. پس یوزر رایت ها که هست، هم میتونیم به گروپ ما شما رو یوزر رایت اساین بکنیم، هم میتونیم به یک اکانت یوزر رایت اساین کنیم. و یوزر رایت مشخص میسازه که یک یوزر چی کار رو انجام داده میتونه و چی کار رو انجام داده نمیتونه.